اون چیه؟ گنجشک. اون چیه؟ گفتم که گنجشک. اون چیه؟ پدر اون یه گنجشکه. گنجشک. اون چیه؟ چند بار بهت بگم یه گنجشکه، چرا نمیفهمی؟ کجا میری؟ بلندتر. امروز پسر کوچک من که چند روز پیش 3 سالش شد همراه من در پارک نشسته بود که یک گنجشک جلوی ما نشست. پسرم 21 بار از من پرسید که اون چیه و من 21 بار به او جواب دادم که اون گنجشکه. هر بار که اون این سوال تکراری رو میپرسید من در آغوش میگرفتمش و به او پاسخ میدادم بدون اینکه عصبانی بشم. احساس میکنم که خیلی دوستش دارم.